مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک حالت آدمکشی در پنجکین خبر داد. گفته می شود پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که از بی احتیاطی باعث مرگ انسان شده است نسبت به مرد 50 ساله ساکن شهر پنجکین آغاز کرده شده است. نامبرده 23 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 22:00 دقیقه در حالت مستی در باغ تلویی واقع در خیابان رودکی شهر مذکور رفیقش مرد 50 ساله ساکن همین شهر را با بهانه آنکه او را حقارت و دشنمای قبیح کرده است با دست و پایهایش به سر و روی و دیگر اعضای بدن او یک چند مرتبه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. بعد از گیر شده بر اساس ماده 112 از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 24 مورد آدمکشی و سوء قصد به کشتار و همچنین 54 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی ثبت شده است. این نظر به 39 کشتار و 67 مورد رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که در نیمه اول سال 2022 ثبت شده بود کمتر است، ولی نگرانی کننده باقی میماند.